استرس گرمایی یکی از چالش‌های مهم و تاثیرگذار در صنعت دام و طیور. این پدیده زمانی رخ میده که دمای بدن پرنده به بیش از 42 درجه سانتیگراد برسه. مهمترین واکنش‌های فیزیولوژیکی ناشی از استرس گرمایی: کاهش تولید و کیفیت تخم مرغ به ویژه ضخامت پوسته، له زدن یا پنتینگ برای دفع گرما، دفع شدید الکترولیت‌ها از بدن، کاهش مصرف دان، افزایش ضریب تبدیل غذایی، افزایش تلفات گرده. راهکارهای کاهش اثرات استرس گرمایی: کاهش سطح پروتئین و انرژی اضافه در جیره، استفاده از عناصر معدنی مثل منگنز، مس، سلنیوم و ویتامین ای برای تقویت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، ویتامین‌هایی مثل آ، د و ب کمپلکس جهت تقویت سیستم ایمنی. شرکت نیکفید با پشتوانه علمی و تجربه گسترده در تولید کنسانترهای تخصصی برای طیور گوشتی و تخم‌گذار، اقدام به طراحی فرمولاسیون ویژه‌ای جهت کاهش اثرات استرس گرمایی در فصول گرم سال کرده است.